درود بر شما متقاضیان محترم گواهینامه رانندگی پایه سوم و همه علاقمندان دیگه‌ای که من رو در این برنامه آموزشی یاری می‌کنید، همراه من هستید و این برنامه رو دنبال می‌کنید. سپاسگزارم. درسمون رو آغاز می‌کنیم. امروز در درس 26 و در صفحه 60 کتاب قرار داریم. وسیله نقلیه انتظامی و امدادی هنگامی که برای انجام مأموریت فوری در حرکتند، در صورت به کار بردن چراغگردان ویژه اعلام خطر یا آژیر تا حدودی که موجب بروز تصادف نشود، مجاز به انجام اعمال زیر می باشند. این قسمت بالا جمله باید به صورت جمع نوشته بشه. اینجا فکر می‌کنم یه اشتباه نوشتاریه. در واقع وسایل نقلیه انتظامی و امدادی هنگامی که برای انجام مأموریت فوری در حرکتند، در صورت به کار بردن چراغگردان ویژه اعلام خطر یا آژیر تا حدودی که موجب بروز تصادف نشود، مجاز به انجام اعمال زیر می باشند: توقف در محل ممنوعه، تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر، عبور از طرف چپ راه و همچنین دور زدن در نقاط ممنوعه، گذشتن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن علائم دیگر ایست مشروط به این که از سرعت وسیله نقلیه در این گونه محل‌ها تا حداقل امکان کاسته شود. خب شاید خودتون هم دیده باشید وسایل نقلیه امداد و انتظامی رو که در حال انجام مأموریت‌های فوری به دلیل اینکه بتونن خودشون رو در نزدیکترین زمان ممکن به محل انجام مأموریتشون برسونن، یک سری تخلفات رو مرتکب میشن که اینجا قانون بهشون این اجازه رو میده. تأکید میکنم زمانی که در حال انجام مأموریت‌های فوری در حرکت هستند، در غیر این صورت مجاز نیستند. درهای وسایل نقلیه در حال حرکت باید به طور کامل بسته باشد و باز کردن آنها پیش از توقف کامل مجاز نیست. رانندگان باید پیش از شروع به حرکت دقت کنند درب وسیله نقلیه‌شون، هم طرف خودشون و هم در مورد سایر درها کنترلش به عهده راننده است که در کامل بسته شده باشه و معمولا رانندگان این کار رو میکنن. مثلا تذکر میدن که در خوب بسته نشده، لطفاً دوباره در رو ببندید، که مسافرینشون یا سرنشینانشون در رو دوباره میبندن. به ویژه در مورد مینیبوس ها و میدل باس ها و اتوبوس ها هم این بازگذاشتن در بعضی مواقع منجر به حوادث رانندگی شده. من چند موردش رو خودم بازدید کردم و به همین دلیل یک ویدیوی آموزشی مرتبط با باز بودن درب وسایل نقلیه هنگام حرکت ساختم که از شما عزیزان دعوت میکنم و توصیه میکنم که وارد پلیلیست برنامه ها بشید، ویدیوها رو بیارید. اون ویدیویی که مربوط به باز شدن درب وسایل نقلیه هنگام حرکت هست رو ملاحظه بکنید. ویدیوی آموزنده‌ای هستش و امیدوارم مورد توجهتون و پسندتون قرار بگیره. صفحه 61. استفاده از لاستیک‌های فرسوده و غیر استاندارد در وسایل نقلیه ممنوعه. هنگام برف و یخبندان و به طور کلی در صورت اعلام مقامات مرتبط و یا ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که چرخ‌های آن به زنجیر یا لاستیک یخشکن مجهز نباشه ممنوعه. میدونید لاستیک ها باید از عاج لازم و کافی برخوردار باشن تا اصطکاک بیشتری با سطح راه برقرار بشه. اگر عاج لاستیک ها ساییده شده باشه و لاستیک رو به صفر رسونده باشه و یا اینکه لاستیک ها ترک خوردگی های متعدد داشته باشن و یا تکه هایی ازشون به دلیل برخورد با اجسام تیز و سخت کنده شده باشه، این لاستیک ها
نقص فنی در خودرو ایجاد میکنن، یعنی مظاهری از نقص فنی به حساب میان و رانندگی با اونها مجاز نیست. و در صورتی که سانحه رانندگی پیش بیاد، با توجه به اینکه راننده از این شرایط آگاه هستش، ممکنه راننده به دلیل به حرکت در آوردن وسیله نقلیه‌اش با وجود نقص فنی در معادله تقصیر قرار بگیره و مقصر شناخته بشه یا درصدی از تقصیر شامل اون راننده بشه. به این نکته پس توجه میکنیم. سایر مواردش رو هم که مشخص بود متوجه شدیم. سوار کردن بیش از ظرفیت مجاز تعیین شده در وسیله نقلیه و همچنین گذاشتن بار یا اشیای دیگر در قسمت جلو یا عقب آن هم از درون یا بیرون که مانع دید راننده گردد ممنوعه. همه وسایل نقلیه ظرفیت مجاز دارند که در اسناد رسمی و مسلم الصدورش ذکر میشه. شما در کارت شناسایی اتومبیلتون هم که همیشه همراهتون هست ظرفیت وسیله نقلیه‌تون مشخصه. اگر 4 نفر به عنوان مثال ظرفیت اتومبیل تعیین شده باشه، ما اجازه نداریم 5 یا 6 نفر سوار کنیم. این کار باعث خطر میشه، باعث تصادف میتونه بشه، به دلیل اینکه مانع دید راننده از آینه نسبت به اطراف اتومبیل و به ویژه عقب میشه و خطر رو به راننده تحمیل میکنه این کار. خب، گذاشتن اشیا بار هم در قسمت داخلی بیرون یا داخل ممنوع هستش، چون مانع دید میشه، باعث افتادن میشه، باعث توجه راننده به اون اشیا میشه، باعث انحراف از مسیر مستقیم راه میشه و اینها دلایلی هستش که خطر آفرین هستش. وسایل نقلیه نباید از روی لوله‌های آب آتش نشانی که برای خاموش کردن آتش در خیابان قرار گرفتن عبور نماید مگر با اجازه متصدیان آتش نشانی. خب میدونید که اون شلنگ‌های قطوری که آب رو هدایت میکنه و آتش نشان‌های شجاع و همیشه در صحنه از اون برای اطفاء حریق استفاده میکنن، گاهن از وسط راه، وسط خیابون یا جاده عبور میکنه و عبور وسایل نقلیه از روش میتونه خلل ایجاد بکنه. بنابراین این کار باید با هماهنگی مسئولین مربوط انجام بگیره. عبور وسایل نقلیه از میان دستجات ارتش یا ماموران انتظامی یا دانش آموزان یا تشییع کنندگان جنازه ها یا دیگر دستجات تشریفاتی و بوق زدن در این گونه موارد مجاز نیست. خب اینم فکر نمی کنم نیاز به توضیح خاصی داشته باشه. معمولا زمانی که مأموریت‌هایی به این صورت وجود داره یا مراسمی در حال اجرا هستش، پلیس یا همون دستجاتی که در حال انجام اون تشریفات و مراسم و یا مأموریت‌ها هستن سعی میکنن که وسایل نقلیه رو هم راهنمایی کنن که اتفاقی پیش نیاد. سوار شدن و سوار کردن اشخاص روی گلگیر یا رکاب یا سایر قسمت‌های بیرونی وسایل نقلیه ممنوعه. یعنی کسی نباید روی کاپوت وسیله نقلیه سوار شه، روی درب صندوق عقب وسیله نقلیه سوار بشه هنگام حرکت مخصوصا. خب شاید پیش خودتون بگید مگه کسی هم روی صندوق عقب سوار میشه یا روی درب موتور وسیله؟ ولی خب متاسفانه این اتفاقات میفته و من خودم شاهدش بودم. بیشتر مواد قانونی رو که براتون توضیح میدم هر کدوم برام تداعی میشه اتفاقاتی رو که در صحنه حاضر میشدم و میدیدم. یادمه در استانهای شمالی کشورمون، استان مازندران، استان گیلان و استان گلستان، تعدادی از افرادی که ویلا یا واحد آپارتمانی یا اتاقی رو اجاره میدن در کنار خیابان‌ها یا بلوارها برای اینکه رانندگان گذری رو متوجه
اجاره‌ای بودن اون محل بکنن، روی یه پلاکاردی می نویسن که ویلا یا خانه یا واحد آپارتمانی یا اتاق به این صورت اجاره داده میشه. ولی نکته اینجاست که من میدیدم وقتی که مسافرین توقف میکردن و اطلاعات میگرفتن، برای دیدن اون محل، اون شخصی که اونجا ایستاده بود، برای اینکه نره داخل اتومبیل سوار شه یا در صورتی که ظرفیت اون اتومبیل پر بوده و نمیتونسته سوار شه، خودش هم وسیله خاصی نداشته که جلو حرکت کنه، میومد میپرید مینشست روی کاپوت ماشین و به راننده میگفت بریم، آروم آروم برو، من بهت نشون بدم خونه رو. یا روی درب صندوق عقب مینشست و راننده رو راهنمایی میکرد که برسوندش به اون محل مورد نظر. این کارها بسیار خطرناکه. یعنی با یک ترمز ناگهانی، با یک افزایش سرعت ناگهانی، با یه تغییر دنده، یه تغییر مسیر، افتادن اون شخص خیلی به سهولت انجام میگیره و یک حادثه رانندگی رخ میده که راننده مسئولیتش رو به عهده داره، نه اون شخصی که اومده رفته نشسته روی صندوق عقب یا روی کاپوت جلوی اتومبیل. یادمون باشه ما به عنوان یک راننده مسئولیت داریم و نباید اجازه بدیم که کسی این عمل رو انجام بده. عبور وسایل نقلیه از پیاده‌روها و توقف آنها روی پیاده‌رو ممنوع است. پس روی پیاده‌روها توقف نمی کنیم و از روی با وسیله نقلیه‌مون از پیاده‌روها عبور هم نمی کنیم. حالا ممکنه گاهی شما دیده باشید بگید من دیدم که مثلا موتورسیکلت ها اومدن از تو پیاده‌روها عبور کردن، یا یک راننده اومده ماشینش رو تو پیاده‌رو متوقف کرده، یا قسمتی از ماشین تو پیاده‌رو بوده قسمتیش تو سواره‌رو بوده. اینا تخلفاتیه که به دلایل مختلف انجام میپذیره، ولی ما اومدیم اینجا که یاد بگیریم چه کارهایی رو باید طبق قانون انجام بدیم و چه کارهایی رو باید طبق قانون انجام ندیم. این رو میخوایم یاد بگیریم با هم دیگه. هرگاه مأمور راهنمایی در محل تقاطع راه آهن حضور داشته باشه، عبور از تقاطع باید با فرمان او انجام بگیره. فرمان پلیس بر سایر فرامین نظیر چراغ‌های راهنمایی و تابلوها و خطکشی‌ها مقدم هستش و اولویت داره. بنابراین با فرمان پلیس حرکت یا توقفمون رو انجام میدیم. رسیدیم به کادر قرمز. هیچ کس حق ندارد وسیله نقلیه‌ای را که متعلق به او نیست یا راننده آن نمی باشد بدون اجازه کسی که آن را در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند، مگر مأموران انتظامی با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب وظایف قانونی. خب اگر مالک و صاحب خودرو حضور نداره، کسی بخواد سوار ماشینی بشه، حالا مثلا درش باز بوده، یا فرض کنید راننده میدونسته که مالک اون رو میشناسه یا صاحب ماشین رو میشناسه و به خودش اجازه میده که اون وسیله نقلیه رو سوار شه و استفاده کنه، طبق قانون این کار مجاز نیست. اگر در آزمون از شما پرسیده شد یادتون باشه این کار مجاز نیست. مگر مأموران انتظامی، اونم در چارچوب قانون. مثلا جرم مشهودی در راه انجام گرفته، پلیس بر حسب شرح وظایف قانونیش خودرو رو متوقف کرده و ناچار به بردن و انتقال خودرو به پارکینگ یا به پاسگاه یا به کلانتری هستش. در این صورت با رعایت همه موارد قانونی مأمورین مجاز هستن که سوار اون اتومبیل بشن و اتومبیل رو برای رسیدگی بعدی منتقل بکنن. هیچ کس حق ندارد به شخصی که گواهینامه رانندگی ندارد اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خودش رو بده. با متخلفین برابر مقررات کیفری رفتار میشه دوستان. یعنی اگر من و شما میدونیم که اتومبیل رو داریم میدیم به یک فردی که گواهینامه رانندگی نداره، هر اتفاقی برای اون بیفته ما هم مسئولیت داریم. اون مرتکبه و ما هم معاونت میکنیم در انجام یک جرم، داریم این کار رو انجام میدیم.
یکی داره مستقیما اون تخلف رو انجام میده چون پروانه رانندگی نداره و ما هم میدونیم که اون پروانه رانندگی نداره ولی بهش اجازه این کار رو دادیم. این مهمه، به همین دلیل هم این رو در کادر قرمز آوردن و لطفاً مورد توجهتون قرار بگیره. در صورت ببینم چقدر وقت داریم. خب وقت داریم هنوز. در صورت نبود امکانات لازم برای رساندن مجروحان به مراکز درمانی، کلیه رانندگان مکلفن همکاری لازم را برای رساندن مصدومان تصادفات رانندگی به اولین مرکز درمانی انجام بدن. در گذشته مشکلی وجود داشت، یعنی یکی می اومد کار خوبی انجام بده، کار انسانی انجام بده، مصدوم و مجروحی رو از صحنه حادثه به بیمارستان ببره. اون مسئولین و مامورینی که در بیمارستان بودن اجازه اینکه اون راننده از اون محل خارج بشه بعد از اینکه مصدوم رو تحویل داد نمیدادن. میگفتن یعنی حدس میزدن شاید خود اون باعث مصدومیت مجروح تصادفی شده و بعدها دیدن که خب این باعث میشه خیلی ها دیگه تمایل به کمک رسانی نداشته باشن، اون انگیزه رو ازشون میگرفت، میگفتن الان برای ما دردسر میشه. قانون دیگری در این رابطه تصویب شد که کسانی که مصدومین رو به بیمارستان ها میرسونن و تحویل میدن هیچ کاری غیر از تحویل مصدوم به بیمارستان نباید داشته باشن و صرفا مصدومین رو تحویل و خودشون میتونن از اون محل خارج بشن. به صفحه 62 رسیدیم عزیزان. هیچ کس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفش‌های چرخدار یا سه چرخه‌های بدون رکاب مانند اسکیت و اسکوتر و اتومبیل‌های اسباب بازی است به وسایل نقلیه در حال حرکت تکیه نماید و آنها را وسیله حرکت خود یا حرکت وسیله‌ای که بر آن سوار است قرار دهد. تکیه نمودن و آویزان شدن اشخاص نیز به وسایل نقلیه ممنوع است. من این موضوعی رو که الان دارم توضیح میدم رو خب در شهر تهران زیاد میدیدم. اسکیت سوارها یا دوچرخه سوارها گاهن به وسایل نقلیه تکیه میکردن، دستشون رو میگرفتن به دستگیره وسیله نقلیه یا قسمت‌های بیرونی وسیله نقلیه رو میگرفتن و همراه با وسیله نقلیه مسیری رو طی میکردن. این کار باعث خطر و باعث تصادف میشه. حتی اگر هم نشه این کار رو رانندگان نباید اجازه بدن. یعنی اگر یه راننده متوجه این موضوع بشه باید بلافاصله سرعتشو کم کنه، بایسته و ازش بخواد که از ماشینش فاصله بگیره و این کار رو انجام نده. چون در صورتی که بدونیم این کار داره انجام میشه و تصادف بشه و اون دوچرخه سوار یا اسکیت سوار دچار حادثه بشه، راننده مسئولیتش رو ناچارن متحمل خواهد شد. دوستان یه خاطره یادم افتاد. من در زمانی که دانش آموز بودم در شمال در آخرین شهر استان گیلان زندگی میکردم و یه مسابقه دوچرخه سواری برگزار شده بود. یه مسابقه دوستانه بود. من و سایر دوچرخه سواران در حال مسابقه دادن بودیم. منم یکی از اعضای مسابقه بودم. یکی از دوستانم از این دوچرخه‌های 28 داشت، شماره 28 بزرگ. خب با اونا سرعت گرفتن هم سخت بود. این عقب افتاده بود از من و دوست داشت که یه جوری خودشو برسونه به بقیه و جلو بزنه. یکی دیگه از دوستانش که اتومبیل داشت اومد کنارش وایساد، اینم چسبید به اتومبیلش، دستگیره رو گرفت یا پنجره رو گرفت. اون با اتومبیلش اینو با سرعت آورد از بقیه دوچرخه سوارا دور کرد و رهاش کرد، اونجا از بقیه جلو زد. اتفاق خاصی نیفتاد. خب عملش یه عمل خطرناک و مخاطره آمیز بود. این یک طرف از نظر ترافیکی و از نظر مسابقه هم خب حتی اگه اون نفر اول میشد یا نفر دوم سوم هم میشد، به دلیل اینکه به این صورت اومده بود جلو، خب اون برنده شدنش رو نمیشد پذیرفت دیگه. آره و من اینو میدیدم و برام عجیب بود و خندم میگرفت که این داره چیکار میکنه، خودش رو چجوری داره میرسونه به خط برنده شدن. به هر حال اینم یه ماجرایی بودش.
ریختن شیشه، بطری، میخ، سیم، حلبی، مایعات لزج و چرب، نخاله‌های ساختمانی و زباله، مصالح ساختمانی، شستشوی وسایل نقلیه، ایجاد موانع و به طور کلی هر عملی که باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت باشه، در یا بر روی راه‌ها، شانه جاده‌ها و حریم قانونی آنها ممنوع است. همچنین ریختن هر گونه زباله، ضایعات و اشیا، آب دهان و مانند آن از درون خودرو به وسیله راننده و یا سرنشینان ممنوع است. من توصیه میکنم اینو یه بار دیگه به دقت بخونید، خودتون تمام مواردشو بخونید. این اتفاقات میفته و شاید شما هم دیده باشید یا اینکه بعدها ببینید که این اتفاقات میفته و بسیار این کار از نظر انسانی بسیار ناپسندیده هستش، یک عمل پسندیده نیست و بسیار خطرناکه و غیر قانونی هستش. لغزنده کردن راه‌ها باعث انحراف وسایل نقلیه و باعث تصادفات اونها میشه. در همین جاده مازندران، در جاده کندوان، جدا از افرادی که به شغل جابجایی خودروها توسط خودروبرها و جرثقیل‌ها مشغول بودند و کارشون رو درست و انسانی و مطابق تعرفه های موجود انجام میدادند، افرادی هم بودند که میگم متاسفانه عمدن بخش هایی از راه رو لغزنده میکردن. چطور؟ با پخش کردن و ریختن روغن سوخته موتور اتومبیل ها باعث میشدن که راه لغزنده بشه. اتومبیل ها به این محدوده میرسیدن، کنترل وسیله نقلیه دستشون خارج میشد، منحرف میشدن به چپ یا با اتومبیل های مقابل تصادف میکردن یا به راست برخورد میکردن با گاردریل و اشیاء ثابت، یا ممکن بود پرت بشن به درون رودخانه و بعد اینها رو می اومدن بالا سرشون و وانمود میکردن که بیخبرن از اوضاع و میخوان کمکشون کنن. مبالغ خیلی زیادی از اونها دریافت میکردن تا این خودروها رو به پارکینگ ها یا پاسگاه ها و یا محلی که خود مالک خودرو اعلام میکرد برسونن. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی شاید تو یکی از برنامه‌های آموزشی به این نکته هم بپردازم، چون خود من هم تجربه یکی از این اتفاقات رو دارم، ولی به دلیل اینکه وقتمون کمه بهش نمیپردازم. ببینم فرصت داریم یا نه. حدوداً 20 دقیقه است وقت ما و زمان ما تموم شده. دوستان درس رو در اینجا به پایان میرسونم. درس 26 تموم شد و درس 27 رو به ادامه صفحه 62 موکول میکنم. از توجهتون مثل همیشه سپاسگزارم، ممنونم. تندرست باشید، دلتون پاک، مهربان و دانش و آگاهیتون روزافزون در پناه خداوند مهربان باشید. بدرود.